1 2 3 4. سلام علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدید به کانال نوی ما انگلیش کدر. امروز میخواهم با شما درباره یکی از موضوعهای خیلی آسان و در برابر خود خیلی مهم صحبت نمایم که این هم باشد شماره ها در زبان انگلیسی می باشد. شماره را در زبان انگلیسی نمبر میگویند. چه خیلی که ما میدونیم شماره ها میشوند مقداری و ترتیبی که آن را در زبان انگلیسی cardinal and ordinal numbers میگویند. بیایید از شماره های مقداری آغاز میکنیم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. چطوری که مشاهده نمودید شماره های از 13 تا 19 در آخرشان سوفیکس تین گرفتند و بیاید باقی مانده شماره ها رو میبینیم. 20 21 22 23 30 40 50 60 70 80 90 97 100 و در آخری شماره های دهی باشد سوفیکس تی همراه میگردد. بیایید شماره های از 100 بالا رو میبینیم. ما میتوانیم شماره های 100 1000 یا که میلیون را با دو راه افاده کنیم. یکم راه از استفاده بردن کلمه one یا که از استفاده بردن ارتیکل نامعینی ا. برای مثال 100 یا که 100 100 1000 یا که 1000 1000 100 100 100 101 101 115 200 not 200 1000 یا که 1000 1036 1740 2000 100,000 1 میلیون یا که 1 میلیون. چه خیلی که مشاهده نمودید اگر ما شماره های از 1 تا 20 را خوب از خود نماییم باقی مانده همه شماره های زبان انگلیسی را به یگان مشکلی گفته میتوانیم. بنابراین شماره های از 1 تا 20 را خوب از یاد نمایید. و یک چیز دیگر را باید در خاطر داشت که شماره های مرکب یعنی از 999 بالا در بینشان ویرگول گذاشته می شود. بیایید اکنون یک چند شماره ها را در جمله می بینیم. What's your phone number? It's 2037882. رقم تلفن شما چند است؟ 203 78 82. دوستان عزیز، اگر رقم تلفن ما دارای صفر باشد ما آن را میتوانیم با دو راه بیان کنیم. یکم راه با استفاده بردن کلمه زیرو و دوم از استفاده بردن کلمه آ که معمولا مردم از کلمه آ استفاده میبرند. برای مثال رقمی در بالا ذکر کرده دارای 203 می باشد. ما میتوانیم آن را چنین گوییم 203. How much is it? این چقدر ارزش دارد؟ It's about 50 dirham. تقریبا 50 درهم. How much do you have? How much do you have? I have 83 درهم. دوستان عزیز، آرزومندم که از این ویدیو کمی هم باشد یک چیز آموخته و باز هم برای رونق دادن زبان انگلیسیتان همیشه از کانال ما پیگیری نموده. اگر یگان سوال ها یا که پیشنهاد ها باشد حتما در شرح بیان نمایید. باقی سلامت باشید.